سلام به کلی دوستداران ورزشی رقم اول و پیگیر کنندگان همیشگی برنامه ترانسفر در عمل. نشر امروزه برنامه ما البته که فراگیر جالبترین گزارش های ترانسفری در فوتبال تاجیکستان است. گپ اول هم این که ساموئل افاری گانگی با امید حیات بهتری فوتبالی و زیمبروی مولدووا رفت، ولی از آنجا به زودی جواب داده شد. دیمیتری چریشف هم در روشن افاری را دیگر نخواست و او از این پس در صف حاصلات فرخار برآمد می‌کند. یک تغییرات کادری دیگری وابسته به دسته در ساحل دریای آمو باشد این احتمالیت گزارش خورشید بکنظروف به این تیم است، نفری که عین حال نیز در صف تمرین‌های حاصلات قرار دارد. همچنین علاوه باید کرد که با احتمال زیاد این موسم بازگشت امین سبحانی را به وظیفه سرمربیگی دسته حاصلات نخواهیم دید. متخصص ایرانی که همچون مدیر فنی در حاصلات فعالیت میکرد و انتظار بود که دیگر باره به وظیفه سرمربیگی دسته تعیین گردد، انتظار می رود که با سبب‌های معین به زودی راه سمت وطن پیش میگیرد. در خود روشن کلوب باشد یکی از بهترین و با ارزشترین بازیکنان ملی لیگ روسیه الیشر رحیموف را با شادی و نشاط استقبال گرفتند. قرارداد همکاری میان جانب‌ها تا آخر موسم با امکان تمدید کنی بعد آن الکی به امضا رسید. اگر به کارهای فوتبالی سمت شمالی کشور یک نظر افکنیم، آنجا خوجند و تونی بیکتل برای بستن قرارداد نوی همکاری و موافقه نرسیدند. ناجوری میان جانب‌ها البته که از برای پول و میان آمده است و تونی انتظاراً با وقت همکاری ها را به راه میماند. طبق معلومات غیر رسمی در دسته شهر باختر معاش بازیکن در یک ماه $3000 را تشکیل خواهد داد. این بازیگر هم به مثل منه در وطن اگر به یگان جویبار آب برآرد پس گفت گپا اینقدر مبلغ آشش شود. همزمان در صف دسته اسخات بانکداران وظیفه سرمربیگی تیم را به متخصص تاجیک شهرت عمروف باور کردند. رسلان عبدالمولانوف همچون دستیاری سرمربی به ستاد عمروف و اسخات همراه می شود. بعد آن یکی از اسخات مربی روس ایگور سوروف به قول سور کرده شد، در اسخات دیگر بچه‌های محلی فرمان براری می کنند. دسته آوازدار استروشن نیز مربی عوض کردنی است. این نوبت سابق سرمربی متالورگی بکاباد الیاس قربانوف را با احتمال زیاد این سال در وظیفه سرمربیگی دسته استروشن خواهیم دید. دیرکتور این تیم ایلهام براتوف چند روز باز در این مسئله دو داشته در این تیم نیز کارها زیر نقشه‌های نو و آدمان نو به راه مانده می‌شوند. اگر اشاره به نیت‌های رفتن بازیگران تاجیک به خارج هم کنیم، میتوان گفت که خسرو طاهیروف بعد ناپدید شدنش در صف شختیار اکنون در بررسی دسته چرنمورتزی ادسا قرار دارد. اگر یادتان باشد یک زمان وقتی گزارشی خسرو به شختیار مخلصان از واهمه قریب که ورزشگاه شختیار را به نامش میکردند، ولی خسرو در صف کوهکنها غیر از لایک ماندن زیر خبری پیروزی منتخب روسیه و جریمه سپاری بهره به غضب آوردن اوکراینی ها در میدان فوتبال از خود هیچ سر و صدای بلند کردن نتوانست. باشد که در ملک تاریخی ادسا کارهای فوتبالیش را برتر و بهتر کند. همزمان یک بازیگر دیگری معروف ما بعد جام آسیا دیگر باره سفر به خارج کردن است. الیشر شکوروف مراتبه اولی رفتنش به گرجستان به خیالم راهی ورزشگاه را پیدا کردن نتوانست، ولی این نوبت آوازها اطراف رفتنش به تیومن از لیگ ملی فوتبال روسیه زیادند. امیدواریم که شکوروف به تیومن رفته طریق چمپیونات دوم فوتبال روسیه از خود سر و صدا بلند کرده میتواند. در آخر گفتنی هم که داستان سدپایوی قزاق اگر به چلسی لندن رفت، عزیزبک حییتوف از روشن راه سمت ارسنال پیش گرفت. عزیزبک البته پیش از رفتنش به ارسنال لندن اول ارسنال زرژینسک از چمپیونات بلاروس را خبر گرفته، بعداً به ارسنال توله می رود و سپس طریق ارسنال اوکراین می تواند که راه سمت ارسنال لندن را هم ممکن پیدا کرده تواند. اگر چنین مسافه تاریخی را تا لندن طی نماید، پس عالم فوتبال تاجیکان هم گلستان می شود. در انگلیا باشد من سیتی با 3 خریداری نوین زمستانی تنفسی بازاری نکرد و این نوبت با جمعه با شرطنامه امضا کرد و را درو به لنس به اجاره روان کرد. بازیگر 18 ساله تا آخر موسم در صف لنس برآمد نموده
چند پیش به طور یک جانبه شرطنامه خود را با تیم والیادولید قطع نموده بود. در شتلندیای همسایه این کشور باشد سلتیک از تیم فرانسوی رن ژوتا نیوش را بر عوض 10 میلیون یورو خریداری نمود و اوید بسته شدن شرطنامه میان جانبها تا سال 2030 الکی رسما اعلان کرده شد. در انگلستان هم دسته اد شیران با امید هرچی تستر خلاصی یافتن از فشار تهخانه جدول نفرانی برایش نالازم را از دسته جواب دادن میگیرد. این نوبت از تاون هریسون کلارک طریق اجاره به شفیلد یونایتد روان گردید. دفاعگر 23 ساله بازی‌های کمی کم در پرمیر لیگ انگلیس دارد و ممکن که برای دسته دومی چمپیونشیپ سخت در کار شود. همزمان بارسا برای عوض 4.5 جمعی 500,000 یورو دست برای خویش اونای ارناندز را به الاتحاد فروخت و نفری صادق بارسا در ملک سعودی از تجربه های بنزما کار میگیرد. این مهاجم 20 ساله که به مثال پدری و گاوی و دیگران برای دسته فلیک در کار نبود و بر وقتی پی برد که پول جمع کنی در ملک عربیان را باید بر وقت ترک از سن 20 سالگی شروع نمود. در اسپانیا همچنین سویلیا حمله‌ور مونپلیه اکور آدامس را برای وضع 5.5 میلیون یورو خریداری نمود و شرطنامه هم تا سال 2029 می باشد. حمله‌ور 24 ساله موسم جاری در لیگ یکم 15 بازی و 3 گل دارد. بایر لیورکوزن این زمستان از استون ویلا نیم حمایتگر امیلیانو بویندیا را با امکان خریداری برای عوض 20 میلیون یورو به اجاره گرفت. اجاره این بازیگر با جراحت مارتین تریه ربط داشته. این موسم بویندیا در 12 بازی پرمیر لیگ انگلیا اشتراک داشت ولی هیچ سهمی بزرگ آماری در رقابت‌ها نگذاشت. یک ترانسفری دیگری وابسته به چمپیونات آلمان با ماینز ربط دارد. این دسته اوید گزارش آرنا ناردن از مونپلیه اعلان نموده شرطنامه میان جانبها تا سال 2028 است. بازیگر 26 ساله موسم جاری لیگ یکم 4 گل و 1 ارسال گلی در 16 بازی دارد. خودی باور میونخن باشد این روزانه زمستانه ترانسفری قرار اوید گزارشی دروازه‌بان 21 ساله از کیلن یاناس اوربیگ اعلان نموده با این ورزشکاری جوان شرطنامه تا سال 29 امضا نمود. بیشتر گفته میشد که از برای این دروازه‌بان جوان میونخنی ها 10 میلیون یورو مصرف نموده و این موسم 10 بازی در بوندسلیگا گذرانیده است. آمدن یاناس را از یک جانب چون عوض کننده آینده‌دار نویر نامیدن هم منطقی است ولی نویر هم که هیچ پیر شدنی ندارد امروز و پگاه از باواریا رفتنی نیست. این بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.